الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با شما هستیم با بیان روایات دیگر از باب الصبر که امام نووی رحمت الله علیه در کتاب ریاض الصالحین آوردند. در این روایات رسول الله صلی الله علیه و سلم این مطلب را بیان می‌فرمایند که تمامی مصیبت ها و گرفتاری هایی که بر انسان مسلمان می آید، اینها یک فلسفه و حکمتی را دارند، یک تأثیری رو در زندگی مسلمانان دارند و تأثیر مصیبت ها و فلسفه و حکمت مصیبت ها از دیدگاه شریعت اسلامی این هست که مصیبت ها کفاره گناهان خواهند بود. هر مصیبتی که در دنیا بر انسان مسلمان بیاید، در حد خودش و هموزن خودش گناهانی رو که انسان مسلمان انجام داده از بین خواهد برد و آنها را تحت پوشش قرار می دهد و سبب می شود که الله متعال آنها را معاف بفرماید. در روایت 38 که از ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه و ابو هریره هست رضی الله تعالی عنهما، عن النبی صلی الله علیه و سلم، این دو بزرگوار نقل کردند از رسول الله صلی الله علیه و سلم که ایشان فرمودند: ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه. این روایت متفق علیه است، در صحیح بخاری و مسلم آمده. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر گونه خستگی و درماندگی که به مؤمن و مسلمان برسد و یا بیماری و درد و رنجی که به مسلمان برسد یا دغدغه خاطری داشته باشد مسلمان یا اندوهی داشته باشد و یا ضرر و زیانی ببیند و یا دچار غم بشود، حتی خاری که به پای انسان مسلمان فرو می رود، الا کفر الله بها من خطایا، الله متعال بدین وسیله گناهانش را کفاره خواهد نمود. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند که هر گونه افسردگی و خستگی و کوفتگی که به انسان برسد، انسان مسلمان، یا بیماری و رنجی که برسد، دغدغه خاطری داشته باشد یا غم و اندوه و ناراحتی و بیماری که به انسان مسلمان میرسد، در هر حد و در هر سطحی که باشد، حتی خاری که به پای انسان مسلمان فرو می رود، این هم کفاری هست برای انسان مسلمان. گناهانی رو که انجام داده، هر مصیبتی به اندازه خودش گناهانی رو از مسلمان پاک می کند. در روایت بعدی که عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت کرده، میگوید که دخلت علی النبی صلی الله علیه و سلم و هو یوعک، میگوید من رفتم به عیادت رسول الله صلی الله علیه و سلم، دیدم که ایشان تب دارند. فقلت یا رسول الله انک توعک وعکا شدیدا، یا رسول الله شما وقتی که
تب میکنید تب شما خیلی بالا هست، تب شدیدی دارید شما. معمولاً وقتی که بیمار میشوید بیماری شما و تب شما خیلی بالا هست. قال اجل، فرمودند بله این گونه هست، بیماری و تب من خیلی سنگین و خیلی بالا هست. اینی اوعک کما یوعک رجلان منکم، من به اندازه 2 نفر از شما تب میکنم. یعنی یک انسان عادی وقتی که بیمار بشود و تب بکند بدنش گرم بشود بالاترین درجه چه اندازه هست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم من به اندازه 2 نفر شما تبم و درجه حرارت و بدنم بالا می رود. اینی اوعک کما یوعک رجلان منکم، من به اندازه 2 نفر عادی از شما تب می کنم. قلت ذلك ان لك اجرین، یا رسول الله آیا تب مضاعف شما بدین خاطر هست که شما 2 پاداش دارید؟ بدین خاطر که شما 2 برابر ثواب میبرید؟ قال اجل، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که آری این چنین هست. ذالک کذالک، همین گونه هست که تو گفتی. من 2 برابر انسان عادی تب میکنم به خاطر این که ثواب من 2 برابر هست. بعد از این رسول الله صلی الله علیه و سلم یک جمله عمومی رو فرمودند و فرمایش رسول الله صلی الله علیه و سلم این هست: ما من مسلم یصیبه اذی، هر مسلمانی که به او مصیبتی برسد، هر مسلمانی که به او ضرر و زیان و مصیبتی برسد، شوکتون فما فوقها، از یک خاری گرفته که در پایش و در بدنش فرو برود یا بالاتر از این، حداقلش این که مصیبت و ضرر و زیانی که به مسلمان رسیده این است که سوزنی خاری به بدنش فرو برود. از این درجه گرفته و حتی بالاتر از این، به هر درجه‌ای که مصیبت بالا باشد، الا کفر الله بها سیئاته، الا کفر الله بها سیئاته، جز این نیست که الله متعال با این مصیبت و با این عذاب، بیماری و رنج، الله متعال سیئاتش را کفاره می کند. کفاره کردن یعنی پوشاندن، از بین بردن. کفر را به این خاطر کفر میگویند که حق را و حقیقت را می پوشاند. آنگونه که انسان باید ایمان داشته باشد، واقعیت را اظهار بکند، اونگونه نیست. کافران پنهان میکنند اون چیزی رو که در قلبشون هست، اظهار نمی کنند. کفاره یعنی آن چیزی که سبب می شود که آثار گناه را بپوشاند، عذاب گناه را، نارضایتی الله متعال را، آثار سوئی را که گناه بر روح و روان انسان دارد، هر چیزی که سبب بشود که آن پوشیده بشود این کفاره گناهان هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماند که الا کفر الله بها سیئاته، الله متعال توسط این درد و رنج و بیماری و مصیبت گناهان و سیئات و بدیهای انسان مسلمان را میپوشاند. و حطت عنه ذنوبه کما تحط الشجرة ورقها، و با این مصیبت ها گناهان انسان مسلمان فرو میریزد، گناهان انسان مسلمان فرو میریزد، یعنی این که بخشیده می شود. کما تحط الشجرة ورقها، همان گونه که درخت در پاییز و زمستان برگه های خودش را میریزد. فرض بکنید که وجود انسان را اگر اینو تشبیه بکنیم به یک درختی که در بهار شکوفه میزند و پر از برگ و گل می شود، اگر فرض بکنیم که هر یک برگی یک گناهی هست که انسان انجام داده
و قطعا این گونه هست. هر گناهی رو و خطایی رو که من و شما انجام میدهیم در نامه اعمال من و شما ثبت میگردد. مثال این هست و مثل این که یک برگه‌ای بر درخت آویزان بشود، یک گناهی بر ما اضافه می شود. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند همان گونه که در پاییز برگه های درختان می ریزد، هنگام مصیبت این مصیبت ها سبب می گردد که گناهان انسان مسلمان هم بریزد. این واقعا یکی از نعمت‌ها و فضل الهی هست. ما انسان‌ها عادت داریم که در هنگام مصیبت فقط بعد منفیش را می‌بینیم. فقط این جنبه را می‌بینیم که ما متضرر شدیم، بیمار شدیم، درد می‌کشیم، در رنج و مصیبت قرار گرفتیم. اما این که این درد و رنج و مصیبت‌ها برای ما چه منفعتی رو دارند، از این غافل هستیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم با این که اشرف مخلوقات بودند می‌بینیم که 2 برابر ایشان بیمار می‌شدند. وقتی که تب می‌کردند به اندازه 2 نفر عادی ایشان تب می‌کردند. اما در مقابل به خاطر این که ثواب و پاداش رسول الله صلی الله علیه و سلم بیشتر هست. سختی هایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در هنگام سکرات موت و سختی های موت و در هنگام جان کندن تحمل کردن بیشتر از انسان عادی بوده. بیماری ها و تب رسول الله صلی الله علیه و سلم بیشتر و چند برابر انسان های عادی بوده. میدانید علتش چیست؟ یکی از علتهایش همین هست که در این روایت اومده که مقام رسول الله صلی الله علیه و سلم و پاداشی که ایشان میبرند مضاعف هست. و دیگر این که رسول الله صلی الله علیه و سلم در تمام زمینه ها به بالاترین درجه ها و قله های کمال رسیدند. الله متعال میخواهد که در زمینه صبر هم رسول الله صلی الله علیه و سلم به بالاترین درجه های صابران و شکیبایان برسد. بدین خاطر هست که بر انبیا و اولیاء و انسانهایی که هرچند که نزد الله تقرب بیشتری را داشته باشند، مقام و منزلت بیشتری را داشته باشند، مصیبت و گرفتاری بیشتر می آید تا اینکه مقام این انسانها بالاتر برود. در حدیث بعدی رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند من یرید الله به خیرا یصب منه. روایت بخاری هست. هر کسی را که الله برایش اراده خیر بکند او را دچار مشکلات و سختی ها می کند. خیلی عجیب هست. ما فکر میکنیم وقتی که انسانی دچار مشکلات هست، سختی میکشد در دنیا، درد و رنج دارد، بسیاری از من و شما گمان میکنند که این انسان از دید الله افتاده، الله متعال دارد فلان بنده اش را عذاب میکند، در بدبختی اون را انداخته. اما این نشانه خیر هست. این خیر بودن بیماری را، صلاح بودن بیماری را، منفعت بیماری را و آثار سازنده سختی ها را فقط با نگاه بصیرت و با دید بصیرت ما میتوانیم ببینیم. وگرنه از نظر ظاهری نگاه بکنیم واقعا این گونه هست. ما فکر میکنیم که این انسان محروم هست از نعمتهای الهی، اما از جنبه دیگر الله متعال نسبت به این بنده خودش اراده خیر فرموده. به خاطر این که این مصیبت و این گرفتاری که الله متعال به این بنده خودش داده سبب می شود که درجه اش را الله متعال در روز قیامت بالا ببرد. احیانا الله متعال می خواهد که یک انسانی را به مقام بالایی برساند، جایگاه و منزلت خاصی به اون بدهد در روز قیامت و در میان بندگان و مخلوقاتش. اما این انسان اعمال خیرش به آن اندازه نیست که به آن جایگاه برسد.
الله متعال این بنده محبوب خودش را دچار مشکلات و مصیبت ها می کند تا اینکه مقامش را بالا ببرد، وگرنه به خودی خود این انسان این همت را و تلاش را ندارد که خودش را به آن مقام برساند. اما الله متعال برایش اراده خیر فرموده. با همین بیماری ها و مشکلات و گرفتاری هایی که در دنیا برای اون می آید، الله متعال مقامش را بالا می برد. الان این مشکل این باشد که در مسیر راه خاری به پای انسان فرو می رود، یا اینکه مصیبت دیگری باشد، مالش از بین برود، بیمار بشود، یا اینکه اهل و اولادش از بین برود، یا هر مصیبت دیگری که ممکن هست بر انسان بیاید. سیدنا انس رضی الله تعالی عنه میگوید که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، روایت دیگر هست با همون محتوا در سنن ترمذی. ایشان فرمودند که اذا اراد الله بعبده خیرا، هرگاه که الله متعال نسبت به بنده خودش اراده خیر داشته باشد، بخواهد که یک خیری را و یک منفعتی را به انسان مسلمان و به بنده خودش برساند، عجل له العقوبة فی الدنیا، عجل له العقوبة فی الدنیا، در همین دنیا مجازاتش میکند. دعای عافیت بکنیم همیشه که الله متعال به ما عافیت نصیب بفرماید در دین و در دنیا، در ایمانمان، در بدنمان، در اهل و اولادمان، در مالمان، در زندگیمان. الله متعال به همه من و شما عافیت عنایت بفرماید. اما یکی از مواردی رو که الله متعال به عنوان اراده خیر معرفی فرموده این است که عجل له العقوبة فی الدنیا، در دنیا مجازاتش میکند. عذاب دنیا، مجازات دنیا خیلی سبکتر هست از عذاب و مجازات آخرت. وقتی که الله متعال به خاطر گناه و معصیتی که یک انسانی مسلمانی انجام داده، اگر او را در دنیا مؤاخذه بکند، در قیامت راحت می شود. تمامی حدود شرعی که وجود دارند، قطع کردن دست و قصاص و بقیه مواردی که هستند، تمام اینها کفاری برای گناهان هستند. اگر این قصاص انجام نگیرد و این حدود انجام نگیرند و این بماند برای روز قیامت، عذاب قیامت و مجازات قیامت خیلی سخت‌تر هست. بدین خاطر هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند اذا اراد الله بعبده خیرا عجل له العقوبة فی الدنیا، وقتی که الله متعال نسبت به بندهش اراده خیر بفرماید، مجازاتش را در همین دنیا از اون میگیرد، معجل میکند، یعنی زود اون را مجازات میکند در همین دنیا. و اذا اراد الله بعبده الشر امسك عنه بذنبه حتی یوافی به یوم القیامه، وقتی که الله متعال اراده شر بکند نسبت به بندهش، گناهش را نگه می‌دارد، ثبت می‌کند آن را و در دنیا مجازاتش نمی‌کند به خاطر گناهش، تا این که در روز قیامت او را یک مجازات کاملی از اون در واقع بگیرد. پس بنابراین وقتی که می‌بینید که یک انسان گناهکاری، یک انسان ظالمی، یک انسان ستمکاری، یک کسی که حقوق مردم را ضایع کرده، مردم همه از دستش ناراحت هستند، در آه و فغان هستند، اما باز هم میبینید که هیچ مصیبتی به اون نمیرسد، مانند فرعون و فرعونیان. الله متعال در دنیا در روایات اون گونه که وارد شده و معروف هست، حتی فرعون دردسری رو هم تحمل نکرد. ظالمان را الله متعال این گونه مجازات میکند، یعنی در دنیا به اونها مهلت میدهد که هر گونه گناه و فسادی که میخوان انجام بدهند، تمام اینها انباشته میشود، میرسد تا روز قیامت. اما انسان مسلمان همین مصیبتی که بر انسان میرسد، دردسری میرسد، تب میکند، خاری به پایش میرود، ضرر مادی میکند، ضرر جانی میکند،
به فرزندانش مصیبتی میرسد، به زن و اهل و اولادش در دنیا مصیبتی میرسد، تمام اینها رو الله متعال کفاره قرار میدهد برای گناهان انسان مسلمان. و همچنین فرمودند ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، پاداش بزرگ همراه با مصیبت بزرگ هست. هرچند مصیبت بزرگتر باشد، درد و رنج بیشتر باشد، سختی بزرگتر باشد، ثوابش به همان اندازه بیشتر هست. ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، هرچند که بلا عظیمتر باشد پاداشش هم عظیمتر هست. و ان الله تعالی اذا احب قوما ابتلاهم، اذا احب قوما ابتلاهم، وقتی که الله متعال کسی را دوست داشته باشد اون را مبتلا می کند. فمن رضی فله الرضا و من سخط فله السخط، هر کسی راضی باشد رضایت نصیبش می شود، آرامش نصیبش می شود، و هر کسی که ناراض باشد خودش افسردگی می گیرد و ناراحت می شود. اما الله متعال محبوبان خودش را در دنیا مبتلا می کند، بدین معنی که آنها را در واقع مورد امتحان و آزمایش قرار می دهد و این آزمایش الهی سبب می شود که الله متعال گناهان انسان مسلمان را در واقع از بین ببرد. این یکی از فلسفه های مصیبت ها و درد و رنج هایی هست که انسان مسلمان در دنیا در واقع تحمل می کند. پس بنابراین از امروز به بعد به تمامی سختی هایی که به شما می رسد، مصیبت هایی که به شما می رسد، من نمی گویم که آرزوی مصیبت بکنید، اما وقتی که الله متعال شما را مبتلای به مصیبت کرد صبر بکنید. اگر صبر کردید و رضایت داشتید، هم گناهانتان کفاره می شوند و هم آرامش قلبی و روحی روانی پیدا می کنید. پس بنابراین جنبه دیگری را که در مصیبت ها و بیماری ها و سختی ها هست که نعمت الهی هست و نشانه رحمت الهی هست، انشاءالله آن را در نظر داشته باشیم. تا برنامه دیگر شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله